عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. قصد دارم که طی سلسله ویدیویی ساچمه‌های مختلفی که توی کشور هست رو بیارم خدمتتون معرفی کنم و اینکه اونا رو حالا با اون دیتایی که روی بسته و اون جلدی که حالا روی خود بسته ساچمه هست مقایسه کنیم و وزنش رو، حالا وزن دقیقش رو با ترازو به دست بیاریم و ببینیم که چقدر اختلاف داره با اون چیزی که روی بسته ساچمه نوشته و همچنین یه حالا با چند تا شلیک یه حالا اصطلاحاً پترن یا همون اجتماع تیری ازش بگیریم و ببینیم که چه اجتماع تیری توی فاز 40-50 متری به ما میده. اول اینجا ما ساچمه گامو رو داریم با کالیبر 5.5، 1 گرم نوشته روش و 15.43 گرین، که حالا ببینیم که چقدر یه هم اختلاف هر کدوم از این ساچمه ها، اختلاف وزنش رو به دست بیاریم که خب این روی دقت تاثیر داره که این ساچمه ها با هم چقدر اختلاف دارن توی یه بسته و همین که اون اختلافش با اون چیزی که روی جلد بسته نوشته، بخوایم روی این طرح بسته نوشته اختلافش با اون رو هم به دست بیاریم. خیلی خوب، ترازو رو روشن میکنیم. اینجا اگر که من یه خورده چیز کنم که پیدا باشه، گرین رو داریم. اولین ساچمه رو میذاریم روی ترازو، 12 گرین برش میذاریم. اون یکی دیگه 10 گرین، یکی دیگر رو بذاریم 16 گرین، یه بار دیگه بذاریم، خیلی زیاد بود. اینم 12 گرین، چون یه مقداری ممکنه که چون ترازو وزن یه مقدار دقیقه و حالا هر چیزی ممکنه که باعث تغییرش بشه. همون 12 گرینه. این 3 تا 16 گرین، یه بار دیگه 16 گرین، یه دیگه میذاریم 14 گرین، 14 گرین. این دوتا 16 گرین و 14 گرینی تقریبا نزدیک بودن و اون چیزی که روی چیز نوشته بود، روی یعنی دو تاش تقریبا نزدیک بودن، اونا هم 3 تا هم نزدیک نبودن واقعیتش. بذاریمشون کنار هم و همچنین یکی دیگه 10 تا بذاریم ببینیم که 10 تا چند تاش نزدیکه. خب اینم 16 تا، این 18 گرین، یه بار دیگه 16 اینم 16 گرین، 14 گرین، اینم باز نزدیکه. حالا ما 14 و با 16 رو نزدیک گرفتیم به اون 14 تا، اینم باز نزدیکه. چند تا شد؟ 3 و 3 6، اونورم 3 تا، یکی دیگه بذاریم
اینم 14 تا. خب از این 10 تا 3 تا خب اختلاف زیاد داشت و 6 تا هم اختلافش کم بود. بذارید با گرم هم وزن بکنیم. این چیه؟ این گرمه. خب همینا رو میخوایم با گرم وزن بکنیم. 1 گرمی که روی چیز داده بود صحیح 1.1 گرم 9 دهم گرم یه بار دیگه چون این خیلی نزدیکه اینم نزدیک 3 تاش به هم نزدیک 1 گرم 1 گرم اینم 9 دهم 9 دهم 9 دهم 1 گرم 7 دهم شاید ما اشتباه کردیم یه دونه اختلاف زیاده و اینم 1 گرم 9 دهم گرم حالا 1 گرم. خب این 9 تا اختلاف کمی داشتن و اون یه دونه خب اختلافش خیلی زیاد بود و بریم ببینیم که توی تیراندازی اینا چی کار میکنن. خب ساچمه ها رو تست میکردیم. این که میبینید این ساچمه گامو و هدفمون هم اونجا حدود 40-50 متری من بتونم زوم درست روش بکنم. یه دونه سیدیه که گذاشتیم روی یه دونه از این ورقه های پلاستیکی که برای حالا سقف کاذب و اینا استفاده میکنن و قراره که حالا اون اجتماع تیر و پترن این ساچمه رو با این تفنگ عزیز به دست بیاریم. ابتدا بیایم پر کنیم. حالا منم یه دستی خورده سختمه 5 تا دونه بذاریم ببینیم که با این ساچمه چیکار میکنه. من پر میکنم بعدش دوباره میام. آقا ما ویدیو رو قطع کردیم سلاح رو پر کردیم. اینم 5 تا بذارید عددش هم من براتون اگر پیدا باشه بگیرم 5 تا پر کردیم. میخوایم 5 تا بزنیم به هدفمون که اونجاست ببینیم چی کار میکنه. خیلی خوب همینطور که ملاحظه میکنید بادو هم که دارید میبینید ببینیم که با این بادو این حالا وضعیتی که هست چی کار میکنه این تفنگ ما با این ساچمه. خب همونطور که ملاحظه میکنین یکی اینجا خورده یکی اینجا خورده یکی هم اینجا این 3 تا یکی هم اینجا خورده میشه 4 تا
اون یکی هم اینجا خورده دیگه، اینجا رو کنده چون من CD سالم گذاشتم و ظاهرا اون یکی هم اینجا خورده. میشه 5 تا، 1 و 2 3 و 4 و 5 تا. خیلی خوب، اینم از این. عملکرد ساجمه گاموی ما رو مشاهده کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم تفنگ ما، یه خورده چسبیچی و باند پیچی و ایناست. این تارگت و اینم ساجمه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشید از این ویدیو. تا ساجمه های بعدی رو انشالله بتونیم تست کنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خوش و خرم باشین.